4 مرحله یادگیری. تصور کنید اولین باری که می‌خواهید یک مهارت جدید یاد بگیرید. مثلا یک زبان جدید، یا رانندگی، یا حتی نواختن یک ساز. در ابتدا ممکن است فکر کنید خب چیز سختی نیست، حتما خیلی سریع یاد می‌گیرم. اما بعد از مدتی وارد مرحله‌ای می‌شوید که ناگهان احساس می‌کنید همه چیز پیچیده است. این تجربه تقریباً برای همه انسان‌ها اتفاق می‌افتد و جالب است بدانید که روانشناسان سالها پیش متوجه شدند که یادگیری تقریباً همیشه از 4 مرحله مشخص عبور می‌کند. مدلی که به آن می‌گویند 4 مرحله یادگیری. بیایید این مراحل را با هم بررسی کنیم. مرحله اول، ناآگاهی از ناتوانی. در این مرحله ما هنوز نمی‌دانیم که چیزی را بلد نیستیم. مثلا ممکن است کسی بگوید یاد گرفتن زبان ترکی که خیلی ساده است. یا قبل از شروع رانندگی فکر کنیم رانندگی فقط گرفتن فرمان و گاز دادن است. در واقع در این مرحله ما هنوز با پیچیدگی‌های مهارت روبرو نشده ایم. به همین دلیل احساس می‌کنیم کار آسان است. اما این فقط آغاز مسیر است. مرحله دوم، آگاهی از ناتوانی. این مرحله زمانی است که فرد تازه متوجه می شود که مهارت مورد نظر چقدر پیچیده است. فرض کنید تازه شروع کرده اید زبان ترکی یاد بگیرید. در ابتدا چند کلمه یاد می گیرید و همه چیز خوب پیش می رود. اما بعد ناگهان می بینید گرامرهای مختلف وجود دارد. زمانهای فعل وجود دارد. تلفظها متفاوت هستند. در این لحظه ممکن است با خودتان بگویید این خیلی سخت‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. در رانندگی هم همین اتفاق می‌افتد. وقتی اولین بار پشت فرمان می‌نشینید، متوجه می‌شوید باید همزمان به چند چیز توجه کنید. پدال‌ها، آینه‌ها، ماشین‌های دیگر، تابلوها. این مرحله معمولاً سخت‌ترین بخش یادگیری است، چون حالا می‌دانیم که مهارت را بلد نیستیم و خیلی از افراد دقیقاً در همین مرحله یادگیری را رها می‌کنند. مرحله سوم، مهارت آگاهانه. در این مرحله فرد کم کم مهارت را یاد گرفته است، اما هنوز باید با تمرکز زیاد آن را انجام دهد. مثلا اگر مدتی زبان یاد گرفته باشید، می توانید جمله بسازید. اما هنوز قبل از گفتن هر جمله کمی فکر می کنید. در رانندگی هم همین اتفاق می افتد. راننده تازه کار می تواند رانندگی کند، اما باید کاملا حواسش جمع باشد. اگر تمرکز از بین برود، احتمال اشتباه بالا می رود. در این مرحله مهارت وجود دارد، اما هنوز خودکار نشده است. مرحله چهارم، مهارت ناخودآگاه. این مرحله جایی است که مهارت تبدیل به بخشی از عادتهای ذهنی ما می شود. در این حالت ما دیگر بدون فکر کردن کار را انجام می دهیم. مثلا کسی که سالها یک زبان صحبت کرده است، دیگر به گرامر فکر نمی کند. جملات به صورت طبیعی از ذهن او خارج می شوند. یا راننده‌ای که سالها رانندگی کرده است، ممکن است همزمان موسیقی گوش دهد، صحبت کند و رانندگی هم بکند. در این مرحله مهارت به بخشی از سیستم خودکار مغز تبدیل شده است. نکته جالب اینجاست که تقریباً هر مهارتی در زندگی ما از همین مسیر عبور کرده است. راه رفتن، دوچرخه سواری، نوشتن، صحبت کردن. همه اینها زمانی برای ما سخت بودند، اما امروز بدون اینکه حتی به آن فکر کنیم انجامشان می‌دهیم. پس اگر در حال یادگیری چیزی هستید و احساس می‌کنید خیلی سخت است، احتمالاً در مرحله دوم یادگیری قرار دارید و این دقیقاً همان جایی است که بیشترین رشد اتفاق می‌افتد. ادامه دادن در این مرحله است که افراد معمولی را از کسانی که واقعاً مهارتی را یاد می‌گیرند جدا می‌کند. یادگیری یک مسیر است. مسیر عبور از ندانستن به دانستن.
و از تلاش آگاهانه به مهارت ناخودآگاه. و هر مهارتی که امروز برای شما آسان است، زمانی در نقطه‌ای بوده که فکر می‌کردید یاد گرفتنش تقریباً غیر ممکن است.